سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. خب بچه‌ها، تو این ویدیو اومدم با آنباکس میدم فعلا این ویدیو آنباکسه و بعدش دیگه فکر کنم ویدیوهای هیتمن رو براتون بذارم. خب تو این ویدیو اومدم با آنباکس چراغ قوه کهکشانی که قراره این پشتم تو ویدیو بذارم و ببینیم که چطوریه. اجازه وقتتون نمیگیرم، ویدیو قبل اگه ندیدید حتما ادامه بدید ببینید که لینکشو براتون این بالا میذارم. برو بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ها، الان من ویدیو رو دارم با این میکروفون یقه‌ایه که قبلیه بود میذارم، چون الان شرایطش اینه که با اون میکروفون رو بذارم و خب اگه حالا صدای منو بد میشنوید دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. خب بچه ما میریم سراغ آنباکس. این از جعبه‌شو که حالا یکم پست و اینا بوده ترکیده و دیریریری جعبه‌شو باز میکنیم. اول میریم سراغ یه سیم داره، سیمش هم میکنیم که بهتون نشون بدم. حالا سیم طولش متاسفانه فکر کمه، خب طولش یکم کمه، حالا نمیدونم. دارم این بغل یه دونه اینجا ببینید جعبه‌ش اینه کنترل داره. اوه نمیدونم چرا قوه کنترل هم داره. اینجا میاریمش بیرون بدین صورت، ببینید که یک کنترل زیبا هم داره و یه دونه هم پایشه که این دوتا پاهاشو میذاره اینجا و وای میسته. پایش هم میذاریم اینجا و میرسیم به اصل کار، خود چراغ قوه. میذاریمش کنار و آماده اید. خب خودش هم دیریرینج میاد بیرون، توش یه چیزی هست، دوتا فرق و فرق هست دیگه، پیزت هیچی نیست. بدون دفترچه راهنمایی ها سیاره اینا میندازیم کنار و میرسه به خود کار. به خودشو نگاه کنید، چیز خفنی اینجوری وای میسته و خب میرسیم به بخش زیبای کار که فقط شما نگاه کنید. و تمام اینش هم در آوردم که چقدرم خوب بود. خب آقا من یه چند تا تصویر از شب براتون گرفتم که الان این قسمت ویدیو تمام میشه و اون کارایش هم بهتون نشون میدم. برو بریم. بچه ها اینم بود از این ویدیو که اون کارایشم تو شب دیدین که واقعا من خودم دیدم موندم. مثلا یه چیز خیلی خفنی بود تو شب گذاشتم، مثلا انگار واقعا تو کهکشان بودم. خیلی چیز باحالی بود و میبینیدش که اینجا اینم پایشه. بذار بهتون نشون بدم، اینجوری پاش میره این تو بر خودش وای میسه. خیلی چیز نازی هم، این دستاشو ببینید خیلی باحاله. و آره دیگه خلاصه قیمتش هم راجع به قیمت بخوام باهاتون صحبت کنم، پایش افتاد. راجع به قیمت بخوام باهاتون صحبت کنم، قیمت اصلیش که رفته بودم دیده بودم 800 تومن بود، ولی خب چون بلک فرایدی بود و قیمت ها خب بعد ریخته میشد، فکر کنم 500 تومن یا 500 و خورده ای بود
که خب رفتم خریدمش و واقعا چیز بالی، هم برای شب هم برای پشت ویدیو. حالا نمیدونم اگه مثلا روز نباشه یکم نور کمتر باشه فکر کنم که بتونه خودشون نشون بده و دیگه مثلا از اون چراغ مطالعه نور بیاد به سمتم دیگه این بالایه رو روشن نکنم چراغو دیگه، اون ورم پشتم کهکشانی باشه و خلاصه اشغال کنیم. شاید وقتتون نمیگیرم رفقا، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و زنگولم روی آل بذارید تا به محض که ویدیو گذاشتم ازش با خبر بشید. تا ویدیو بعد فعلا خدا نگهدار.